در ناحیه شهر توس 3 منزل از تیر زره‌پوش نیروهای سازمان پیمان امنیت دستجمعی یا ODKB ضرر دیدند. این حادثه 11 نوامبر در دهه اتفاق در 10 کیلومتری رزمایشگاه حرب میدان به وقوع پیوسته است. آن زمان در حرب میدان نیروهای سازمان پیمان امنیت دستجمعی تمرین می‌کردند. فرضیه این است که تیر دیدوی آنها به خانه مردم رسیده است. محیدین که یکی از جبر دیده هاست میگوید آوان وقوع حادثه در خانه نبود. روز بزرگ بودم، کم بودیم روزگار خاطر بزرگ رفتم، بزرگ میبرم، آنکه تاکسی هم تا گفتم یک تاکسی رفتم هایکه بگرو که چی تیسر برم که تا داودا خاطر اومدم این همه جو کار می‌رسد. محیدین میگوید تا آمدن او همسرش به میلیسا خبر داده است و جای حادثه را با نظامیان در حلقه گرفتند. من که ماماشکه داونه نداره امروز سپاکوی دپیش بود ساخر نه هم چی سپاکوی است که گریسکیت پیش هموشتم دیگه هیچی. تیر به بام خانه زده از سقف بیرون شد و پای دیوار را شکاف کرده است. آوازش بلند آمد و خانه لرزید. بعد بچم او جدید که بعد گفت که این گفت خانه شکاف کرفته چیزی باشه گفت. بعد محل رئیس خبر کردیم. سعیده مادر 5 فرزند آن وقت در آشخانه نان میپخت. او میگوید تیر از جای گذشته است که کودکانش دائم در آنجا نشسته تلویزیون تماشا میکردند. به بختش کودکان روزی حادثه با او در آشخانه ماندند. شکر میکنم بچه‌ام تینجی شوانه اینا مالا کودکا رو ببین. طبق اطلاع کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان به خانه 2 ساکن مرکز شهرک شهر توس نیز در این روز تیر دیدو زده به جان آسیب نرسیده است. مقامات ضرر ساکنان را حساب کرده وعده دادند که آن را جبران میکنند.